لطفاً و امیدوار هستم که جور و صدمن باشین. من امشب مهمانی دارم و مهمان بسیار عزیز و گرامی است و میخواهم امشب برای تا آخر ویدیو من را بیننده باشید. حال بادرنگای من را بشیم. بادرنگارم ششتیم. حالا پست میکنیم. دوستای عزیز ببینیم که میمان ما بلده از من یک تربوز خوب شورده. واه واه چقدر مقبول آدم بخی خوش شدم. تربوز توته کنم که دسترخوان بمانه. دوستای عزیز ببینیم که تربوز را هم توته کردیم دسترخوان. دوستای عزیز ببینیم که مادرم امشب برای مهمان ما چه چیزای مزه‌دار و خوشمزه پخته کرده. گوشت پخته کردیم، نخود پخته کردیم. بیاین ببینیم که ایش چیست. اوه بر اینجا ببین. دوستای عزیز ببینیم که در برنجمان سیر انداختیم و بسیار خوشمزه شدم و مادرم بسیار دستپخت مزه‌دار دارد و من دستپخت مادرم را بسیار دوست دارم و قرمه من را هم جور کردیم، تربوزه را هم کشیدیم و بادرنگ را هم کشیدیم، توته کردیم و اینجا ترش قرار دارد. و یک دوستای عزیز ببینیم که لعاب من چقدر رنگ مقبول دارد و در لعاب من مرج دلمه ریزه کردیم و اینجا دوغ قرار دارد که در دوغ من نعنا اضافه کردیم و بسیار مزه‌دار شده. بیاین بریم همگیشو. دوستای عزیز حال غذای من را به سر دسترخوان میبریم. این غذای من خوشمزه شده. خود ترک است. دوستای عزیز امشب خیلی غذاهای رنگ و بارنگ جور کردیم و بسیار خوشمزه شدن. جای شما عزیزان خالی است.
دوستای عزیز ببینید که غذاهای ما آماده شد و در سر دسترخوان آوردیم و بسیار خوشمزه شده و شما عزیزان جایتان خالی است. امیدوار هستم که این ویدیوی من را تا آخر بیننده باشید. خواهرتان را فالو کنین، سابسکرایب، کامنت و نظریه هایتان و همچنان لایک برای خواهرتان بسیار مهم است. شما خواهرتان را همیشه حمایت کنید. شما اگر خواهرتان را حمایت کنید خواهرتان بسیار سربلند و قوی میشه. دوستای عزیز و خواهرتان برای شما عزیزان برنامه های بهتر اجرا میکنه. تشکر از شما بینندگان عزیز.